به نام یزدان پاک. رویا فرزین هستم از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای نوها. در خدمت شما عزیزان هستم با آموزش سجاف یقه گرد. برای برش و الگوسازی سجاف یقه گرد، یقه گردی رو که برش زدیم دقیقا روی یه تیکه پارچه قرار میدیم، یا اگه میخوایم الگوش رو برش بزنیم روی یه تیکه کاغذ دیگه قرار میدهیم، طوری که دولای بسته روی دولای بسته کاملا مماس باشه و سرشانه روی سرشانه قرار بگیره و سپس هلال یقه رو برش میزنیم. و یا اینکه همانند یقه که طراحی کردیم و برش زدیم، اون رو نیز جداگانه طراحی و برش میزنیم. سپس از لبه داخلی یقه به سمت اضافات الگو به اندازه 3 تا 5 سانت برای سجاف علامت میزنیم. به این شکل پهنای سجاف رو مشخص میکنیم و سپس این علامت ها رو به هم متصل کرده و برش میزنیم. به این شکل. بعد از اینکه سجاف یقه را برش زدیم، هنگام دوخت روی خوب پارچه اصلی رو به بالا قرار میدیم و روی خوب سجاف رو روی اون قرار میدیم، یعنی روی خوب به روی خوب، طوری که به سمت روی خوب پارچه اصلی به سمت ما باشه. حالا اگه فرض کنیم این روی خوب پارچه هست و گلگلی هست، به این شکل روی خوب پارچه و روی خوب سجاف رو، پارچه اصلی و روی خوب سجاف رو روی هم قرار میدیم. هنگام دوخت باید دوخت ما در قسمت لبه پارچه و نهایتاً 1 سانت باشه، طوری که هنگام دوخت باید وسط سجاف روی وسط پارچه قرار بگیره و سرشانه ها روی سرشانه ها قرار بگیره.